در دروازه‌های دوشنبه سد گذاشتند تا ساکنان منطقه ها بیهوده وارد پایتخت نشوند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان از ساکنان این منطقه خواست از 8 تا 12 اکتبر به ضرورت جدی به شهر دوشنبه نروند. عین همین چیز از ساکنان دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز خواسته شده است. چون این محدودیت نقشه کار بعضی ها را دیگر کرد. این مرد باید امروز به شهر توس میرفت، اما ماشین های تاکسی از آن طرف نآمدند. ما چوپونه در مرد باید راه در میرفتیم، قرار نکر گشتیم با ابراد. چرا گشته؟ ماشین نشد برای گشتیم. اتوبوسی کجا نشد؟ تاکسی طرف شهر توس نشد گشتیم. چرا نشد تاکسی؟ نمیدونم که برای چی نشد. میشه وجدت کردم نیست. راهو بسته گفتم ممکن برای همین ناومدیم. بازار کاروان یکی از کلانترین نقطه‌های سودا در شهر دوشنبه امروز 8 اکتبر ساکت و آرام است. یک روز پیش در اینجا به قبل جای سوزن پرتایی نبود. برای آنکه بازار چند روز بسته می شود، ساکنان از شهر دوشنبه و از منطقه‌های کشور برای خرید مال و کالا به اینجا آمده بودند. بازار کاروان بر اساس قرار شهرداری دوشنبه تا 11 اکتبر بسته میماند. صاحبکاران بازار کاروان که تا این وقت در یک هفته فقط یک روز تعطیل داشتند، اکنون 4 روز بیکار میمانند. این وضع بعضی تاجران را ناراحت کرده است، اما برخی این اعلان را آرام قبول کردند. خیلی کاری حکومتی باشه بندن شوخی. بس تاثیر نمیرسوند کاری شما در زندگی؟ نمیدونم آخه. در 3 روز بسته شدن، هیچ شما با وای فرقش نیست بازار باشد یا نباشد؟ 3 روز مردکا بوده میگیرم پلوشون دکساشون. طبق دستور شهرداری دوشنبه از 8 تا 12 اکتبر بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنجشیر، گنجینه و صدبرگ کار نمی‌کنند. در روزهای سفر ولادیمیر پوتین و دیگر رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بعد دوشنبه در پایتخت کشور تنها نقطه‌های فروش خوراکواری کار می‌کنند. از جمله در اینجا هم بازار سخاوت درهایش برای مشتریان باز است، اما در پهلوی آن مرکزهای سودای پنجشیر و گنجینه برای 3 روز بسته شدند. نزد فروشگاه صدبرگ که همه روزه سرادم بود، امروز نیمه خالی است و به در مغازه ها مهر زدند. به جز فروشگاه صدبرگ، در تمام نقطه های سودا از جمله آشخانه، مغازه، بانک و دیگر مرکزهای خدمترسانی در خیابان عینی تا فرودگاه بسته است. مقامات از قبل اعلام کردند که حرکت نقلیات در راههای اساسی از جمله خیابان‌های رودکی و عینی تا 4 روز آینده محدود می شود. در چنین شرایط ساکنان پایتخت مجبورند از دیگر طریق خود را به درس و جای کار رسانند. وزارت معارف اعلام کرد که در روزهای نشست نیز درس در مکتب و دانشگاه‌های پایتخت قطع نمی شود. راهو بسته شود خیلی ما کوشش میکنیم که با دیگر راهو قطعی رفته کارمونه دوام دیدن گیریم دیگر. از حاضر آمادگی دیدیم که پاگو ساعت چند محکم میشد و چه خیلی راهو قطعی رفته و کار رفته و خانواده درس گذاشتن اون هم را ما تغییر کردگی میشون میدونیم شما. کلانترین مسجدهای دوشنبه نیز تا آخر این هفته برای نمازگزاران بسته خواهد شد. این عبادتگاه‌ها در روزهای جمعه خیلی سرودم میشوند. خیابان‌های مرکزی دوشنبه با پرچم‌های تاجیکستان و روسیه و عکس‌های رهبران دو کشور آرا داده شدند. قرار است ولادیمیر پوتین از 8 تا 10 اکتبر در دوشنبه بماند. طبق اعلان رسمی، پوتین با همتای تاجیکش امامعلی رحمان واخورده همچنین در نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک می‌نماید. پوتین بار اخیر سال 2022 به تاجیکستان آمده بود. بستن راه‌های مرکزی در وقت آمدن رهبران کشورها برای ساکنان دوشنبه نو نیست، اما جاری کردن چنین تدبیرهای سخت از جمله بستن بازار و فروشگاه‌های کلان در سالهای اخیر مشاهده نشده است. مولا رجب یوسفی، زرندگزی نوروزشاه، آزادی دوشنبه.